سلام عزیزای من، اومدم برای آموزش روش دوم دیواره کفشم که توی ریلز قبلی گفتم که باید پاشنه و نوک پا اضافه بشه، ولی داخل این مدل و مدل شماره 3 نیاز به این داریم که از الان مشخص کنیم که کجا میخوایم دونه اضافه بشه. من همینجا میخوام دونه اضافه کنم از این محل، پس شروع میکنم به پای کوتاه زدن. داخل حفره اول یه دونه پایه و داخل همین حفره پای کوتاه دوم رو میبافم. چون میخوام اینجا گشاد بشه و آزادی داشته باشم اضافه بکنم. چون اینجا رو میخوام اضافه بکنم، داخل حفره بعدیمون 3 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 و 3 تا پای کوتاه میبافم. یکم سخته ولی امکان پذیره، بافته میشه. توی حفره بعدی 2 تا پای کوتاه بافته میشه. 1 2 و داخل حفره بعدی 3 تا پای کوتاه میبافم. و این روش باعث میشه که دونه های ما اضافه بشه. خب من درست تا مقابل پاشنه اون سمتو بافت میزنم به همین روش 2 تا 3 تا و میام خدمت. خب من به آخرین دونه رسیدم که مقابل دونه اون سمتومه و یکی دیگه که ببافم تمومه. من به این دو روش میتونم اندازه بگیرم که اینم بافته شده یا نه. خب از اینجا به بعد داخل هر حفره 2 تا بافته میشه. دیگه اینجا اضافه کردنی در کار نیست و داخل هر کدوم از اینا 2 تا میبافه. خب همین بافت رو ادامه میدیم تا نوک پا، یعنی داخل هر کدوم اینا 2 تا بافت میزنیم تا برسیم به اینجا و این تیکه جلو رو هم مثل تیکه پشت اضافه میکنیم.